معیارهای اخلاقی فعالیت ژورنالیستی در تاجیکستان این موضوع سمیناری آموزشی بود که در شهر خوجند با جلب کارمندان وسایط اخبار عامه ولایت سوخت تشکیل گردید. در سمینار ترینران با تجربه هورنیسا علیزاده و الهام جان هاشموف با اشتراکچیان اطراف موضوع مهم یعنی رعایت معیارهای اخلاقی بحث کردند. تاکید گردید که در وسایط اخبار عامه فعالیت ایجادی باید کاملا از عملهای تجارتی و رکلام جدا باشد. مطلبها نباید زیر تأثیر شخصی سیوم و یا خودی ژورنالیست قرار گیرد. معیارهای اخلاقی فعالیت ژورنالیستی به مانند یک کدکسی است که جامعه ژورنالیستی تاجیکستان آن را قبول کردند و رعایت میکنند، آنها را پیگیری میکنند و در 10 ماده که به این معیارها جدا شده است و در زیر هر یک ماده باز شرح‌های دیگر هم هستند. تمامی فعالیت ژورنالیستی رو در دایره اخلاقی معین تنظیم میکنند. مهمیت قبول معیارهای اخلاقی ژورنالیستی به چه خاطر است؟ آن محدود کردن آزادی بیان را افاده نمی‌کند. این سوال‌های اساسی سمیناری آموزشی بود که از طرف ترینران پیشنهاد و بین اشتراکچیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هدف اساسی سمینار هم این پیش از همه آموزش چقور ژورنالیستان در رعایت معیارهای اخلاقی ژورنالیستی میباشد. زیرا در فعالیت امروزی ژورنالیستان رعایت نشدن معیارهای اخلاقی زیاد به مشاهده میرسد. اما اصلا در دایره اخلاق گرفته ایم این معیارها رو، ولی اصلا بگیریم همین قانون‌های نانوشته جامعه هستند. ببینید ما حق نداریم که یک نفری رو تحقیر کنیم توسط واسطه اخباری عامه. ما حق نداریم که به حیات شخصی نفری دخل کنیم. ما حق نداریم که مثلا ملتی رو یا محلی رو برای یک عنعنه و تعارفش چی کنیم، تنقید کنیم، انتقاد کنیم، به مسخره بکشیم. همین ها رعایت نشدن معیارهای اخلاقی فعالیت ژورنالیستی هستند که اگر آنها رعایت نشوند در فعالیت ژورنالیستی خرج و مرج‌های زیاد می شود، قانون شکنی های زیاد می شوند و رعایت نگردیدن معیارهای اخلاقی فعالیت ژورنالیستی آخرش برده به قانون شکنی می رساند. معیارهای اخلاقی فعالیت ژورنالیستی در تاجیکستان از ماه می سال 2021 قبول شده است و امروز باید کارمندان وسایط اخباری عامه در دایره آن فعالیت کنند. تشکیل و برگزاری سمیناری آموزشی هم این پیش از همه با مقصد فهمانیدن این قانون‌ها بین ژورنالیستان به راه مانده می شود. در سمینار بجز از ژورنالیستان الکترونی اینچنین چاپی و صدا و دیگر رسانه‌ها نیز جلب شدند تا از معیارهای اخلاقی فعالیت ژورنالیستی آگاه باشند. افضلیت سمیناری مذکور از دیگر سمینار های آموزشی ترینر الهام جان هاشموف چنین بیان کرد. مشاهده میکنیم که واقعا در مورد گوییم رعایت معیارهای اخلاق کسبی و آموزان معیارهای اخلاقی کسبی ژورنالیستی فکر میکنم ترینینگ علاهده مخصوصی نبود و همین برگزاری همین چاره‌بینی دلیل آن است که این یکی از قدم‌های بسیار استواری میشد در راه گوییم کسبیت تربیت کسبی ژورنالیستان، چون که برابر ایجادکار بودن همیشه معیار رو در زیر در تحت اندیشه قرار داشتن شرط مهم است و همون ژورنالیستی موفق می شود که اگر مثلا برابر ایجادکار بودن دادن اطلاع همیشه در مد نظر خودش گوییم معیارهای اخلاقی پیش از همه منفعت به اودیتوری خودش، معیار ضرر نرسانه، یعنی پرینسیپ نوریدی، این بسیار شرط های مهم است برای ژورنالیست، چون که ما میخواهیم از پی مواد خودمون شهرت یابیم، اما برابر شهرت یافتن نباید ما گوییم برای نفر اودیتوری خودمون برای قهرمانی موادهای خودمون گوییم مشکلی ایجاد کنیم. برعکس موادهای ما باید سازنده باشد نه سازنده. بنابراین همین امروز علاقه ما مشاهده میکنیم که اشتراکی ژورنالیستان هم جوان هم تجربه دار اینجا گوییم ژورنالیستان گوییم رسانه‌های چاپی و الکترونیکی جمع آمدن. علاقه از حضورشان از بحث و بررسی از محاکمه‌هایشان احساس می‌شود که این موضوع برای آنها شناس است، مهم است، آنها می‌خواهند فهمیده باشند، گوییم سرحدها را دانسته باشند که از آن سرحد نگذرند، از آن مورد گوییم از آن معیار ویران نشود و فکر می‌کنم این قدم اولین در مورد آن که ما واقعا آینده توانیم که در ژورنالیستیک یک کاری شایسته رو یک مواد شایسته رو تهیه کنیم و برای اودیتوری خودمون منفعت بخش کاری کرده باشیم. سمیناری آموزشی در موضوع معیارهای فعالیت ژورنالیستی در قهوه‌خانه خوشبختی شهر خوجند برای کارمندان وسایط اخباری عامه آغاز گردیده آن 2 روز ادامه خواهد کرد. هدفش رعایت قاعده اتیک و معیارهای ژورنالیستیک در عمل تطبیق نمودن آن محسوب می شود. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.